دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از اسکین جدید کارین. اومدم معرفیش کنم. حالا این یه 8 دقیقه ویدیو نیست، الان یه کاری هم انجام میدیم. اومدیم ببینیم بگیم که مثلا بهتر بیلد کنیم. مثلا بگیم چی بیلد کنیم، مثلا خونه، تخت مثلا مجسمه. آره دیگه اینا. خب بریم 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10. من اینو یاد گرفتم که بگم واسهتون 1 2 تا 3 تا 4 5 تا نه 4 تا ای وای. دوباره میایم بچه ها اینجا اینو اینو میذاریم به این سمت. شدی دیگه اون ولی شدیم که حالا بچه ها من اینو ساختم یه همچین چیزیه. این داره دفاع میکنه، این میخواد بزندش. اینا نگه میداریم بچه. این هزید بعدی اینا 5 تا کوچیکن. بعد میریم سراغ بیلداش. زندان ماینکرافت. ببینید میاد اینجوری که همچین چیزهایی میسازیم. بعد میاد میکنیم. بچه ها اینو میبینید، اینو من تلاش رو ساختم دیگه. یا اینو میکنیم باسش یه دایمن بذاریم که تله چیز شه. اینجا میره توش مثل یه ردیابه میاد فرار کنه و اینجوری اینش میترکه و هیچ جوری نیست که از اینجا دور شه. و همینطور که دارید میبینید یه همچین اتفاقی میفته و 2 برابر بلاک کنده میشه. اینجوری دیگه قدش نمیرسه دیگه، راهی نیست که بره بالا و گیر میکنه. بریم بعدی. من بعدی رو میسازم میام. ایمان اون دوستایی که میاد اینجا چستتون رو چک میکنه. بچه ها اینجا میاد مینویسید /give مینویسید /give @p همینه درسته. بری ور. خب اینو مینویسید و یه همچین چیزی رو بهتون میده. دقیقه بچه ها به خاطر این ویدیو رستا کردم یه دقیقه باگ شد نمیذاش. خب ببینید اینا رو این به این صورت میچینید اینجا. الان شما وقتی اینو به این صورت میچینید اینجا، پلیر وقتی از دستتون وردارین پلیر مقابل نمیبینه. اینا کامل چیز میکنین. پلیر فکر میکنه اینا چیزه، میاد بریج بزنه میبینه میاد بریج بزنه میبینه اینجا غیبه. خب بعد ببینید تا این قسمت که چست رو واز میکنه بیاید چه شکوندم. مثلا این چسته وایسی، مثلا این چسته.
اینو میبینید این مثلا این چسته. خب دورشو کامل با این بریل میپوشونید. حالا میگید تو ماینکرافت سروایور قابلیت رو نداریم ما. ببینید بچه ها این طلاها مال رفیقای چیز دونه. ببینید این با کد میاد و ببینید اگر میخواد تو سروایور این کار رو انجام بدید نمیدونم باید چیکار کنید. نمیدونم باید چی بگم دیگه. ببینید نمیدونم باید چیکار کنید. ببین فقط یه تله دیگه به عنوان اون ماینکرافت سروایور که نمیتونن این تله رو بسازن و میخوان تو ماینکرافت سروایور این کار واسه رفیقاشون انجام بدن. بچه‌ها اینا رو آب بذارید زیرش رو بپوشونید. بعد مثلا اینو رو ارتفاع مثلا تو قارا بذارید زیرش رو آب بذارید بپوشونید. بعد روش چست بذارید. از چانک بالا چستا معلوم نمیشه انگار آبه. دوستتون میاد بپره باهاتون میاد بپره یهو چانک چستا معلوم میشه و میفته و میمیره. اینو بسازید. برید توی غار آب بذارید. چانکشو بالا یه ذره کنید. چانکشو یه ذره بالا بسازید. بعدش که چانکشو بالا ساختید ببینید روش چست بذارید. اینجوری چستا از یه چانکی به بعد معلوم نیست و شما به راحتی دوستتون وقتی میپره آبو میبینه روش رو آب چسته و میمیره. من یه ذره طول گذاشتم. حالا شما یه ذره درست بسازید. من اینجوری ساختم که اینا رو گذاشتم که پلیر وقتی میخواد بیاد من اینا رو یه دوتاش بپوشم. پلیر وقتی میخواد بیاد اینا بکنه میبینه نمیشه. روش هم بذارید حتما. ببینید میگه نمیتونه چون سرور اگر شما سرور اینو بسازید بعد میاد میگه میفته این تو و زندانی میشه. اون ماینکرافت سروایور آره میفته این تو و زندانی میشه. حالا اونا به کنار دیگه. خب دیگه بچه‌ها موقع خداحافظی رسیده. من باید برم. بچه‌ها یک ویدیوی دیگه فردا داره. دلیل اینکه یک ویدیو امروز گذاشتم اینه که درس دارم بچه‌ها. فردا 3 تا میذارم. 3 تا ویدیوی خفن واسهتون میذارم عشقا. تا یه ویدیو دیگه و خدا